46 سال پیش نه جمکرانی بود، نه راهپیمایی 40، نه شیرخوارگان حسینی، نه راهیان نور. عیسی به دین خود بود، موسی به دین خود. هر کی دوست داشت میرفت مسجد، هر کی عشقش میکشید میرفت کاباره. مردمی داشتیم که نسبت به یکدیگر بی تفاوت نبودن. 46 سال پیش یه کارمند کار میکرد و یه خانواده 5 نفری رو میچرخوند. 46 سال پیش تو لغت و کلمات روزمرمون اختلاس برامون ناشنا بود. 46 سال پیش نه پارتی بازی بود نه فامیل بازی. 46 سال پیش تحصیل میکردی و واسه ادامه تحصیل بورسیه میگرفتی و فقط کشور انتخاب میکردی. 46 سال پیش تو مدارسمون به بچه هامون بهترین تغذیه رو میدادن که الانش در سال 2024 تو هیچ یک از مدارس دنیا یه همچین قانونی ندارن. 46 سال پیش حجاب اجباری نبود و مقام زن در جامعه به فنا کشیده نمیشد. آره 46 سال پیش بود و تموم شد. به راستی چی شد که اینجوری شد؟ برای دیدن مطالب تاریخی بیشتر پیج پرتگاه حقایق رو فالو کنید.